الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که بعد از گورانیدن میت در بالای قبر ایستاده و برای مرده سخن کردن به مانند این که ای مرده، حالا از تو ملائکه ها منکر و نکیر سوال میکنند. وقتی که سوال کردند که ربت کیست بگو الله، وقتی که سوال کردند که نبیت کیست بگو محمد، وقتی که سوال کردند که دین چیست بگو اسلام، وقتی که سوال کردند که کتاب چیست قرآن و غیر ذلك. همچنین چیز آیا هست یا نیست؟ زیرا که یک مولای در تاجیکستان گفته است که به همین مسئله حدیث است و همچنین عمل کردن بعد از گورانیدن بعد از قبر سنت است. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم، این سخنی نه فقط ضعیف است، این موضوع باطل است، یعنی درجه اش از ضعیف هم پستر است. این دروغ است، نسبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دروغ نسبت داده شده است و روایت کردن این صحبت و روایت کردن این نقل ها و پهن کردنش البته انسان را به عذاب سخت میبرد. زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار. من کذب علی متعمدا در بعضی روایات آمده است. هر کسی که در حق من دروغ بگوید، سخن دروغی را نسبت بدهد، پس داند که جایش را در دوزخ آماده کرده است. سبحان الله. پس این حدیث نیست، این یک دروغ است، این یک باطلات است. ما همیشه میگویم که بعد از به مرگ، بعد از اینکه انسان وفات میکند، میفوتد و به قبر گورانیده میشود، دو سنت وجود دارد. بعد از گورانیدن میت به قبر دو سنت وجود دارد. اولش به بالای همین قبر خاک چاشیدن، یک کف خاک میگیرید میچوشید، به یگون دعا، به هیچی، بسم الله میچوشید. و دومین سنت دعا کردن در حق همون مرده، به مانند این که اللهم اغفره وارحمه وجعل الجنة مثواه. ای الله این مرده را مغفرت کن، رحمتش کن و جایش را از جنت کن. اگر مسلمان باشد همچنین دعا کردن، البته به جنازه مسلمان میرید. پس همین دو سنت را علما نقل کردند. بعد از به قبر گورانیدن دیگر هیچ سنتی وجود ندارد. هر کسی هر چیزی میگوید بدعت میگوید، دروغ میگوید، تهمت میکند. به بالای قبر نشستن جایز نیست، درخت شنانیدن بدعت است و جایز نیست و حرام است، گل ماندن حرام است، به اونجا شم ماندن و چراغ ماندن حرام است. چخیلی که به حدیث صحیح آمده است، رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن لا تجلسوا علیها، نشینید، گل نگذارید، شمع نگذارید. سنگ گذاشتن حرام است، یعنی البته سنگ های مرمری که تاجیکا میگذارند. سنت این است که به بالای قبر را بلند کردن حرام است و بدعت است. سنت این است که قبر پست باشد. امروز در تاجیکستان خاک را اینقدر بلند میکنن که 1 متر هم میشود. سبحان الله، یک وجب باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی را فرستادند و گفتند که یگان قبری را نیاب، یگان قبری را که یافتی که بلند است مگر اینکه وی را یک وجب کن، شبرن، قبر را پست کن، چی برسد به بالایش سنگ مرمر کردن و غیره. سنت این است که وقتی که زن باشد یک سنگ به بالای پایش، یک سنگ به بالای سرش، و اگر مرد باشد یک سنگ به بالای سرش. و بعضی از علما اینچنین در سنت روایت میکنند که اگر زن باشد 2 سنگ در بالای سرش، 2 سنگ در بالای سرش و به بالای مرد 1 سنگ. از این میفهمید که این قبری زن است یا مرد است. بارک الله فیکم. اما این روایت هایی که به درون قبر صحبت کردن، البته این جایز نیست، این بدعت است و این حرام است. و در بالای قبر رفتن و تلاوت کردن، دعا کردن، یعنی بعد از تلاوت بخشیدن ثواب، این همه بدعت است. نشستن و غیره و غیره، این همه بدعت است. سبحان الله. اما به درون قبر رفتن، به زیارت رفتن، دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میکردند کردن، السلام علیکم یا اهل الدیار من المؤمنین، یا که السلام علیکم یا اهل القبور من المؤمنین والمسلمین و إنا إن شاء الله بكم لاحقون لیغفر الله لنا ولكم. سلام بر شما ای اهل قبر، ای مسلمان هایی که در این قبرستان وفات کرده اید و خوابیده اید. الله ما و شما را ببخشد و ما هم به نزد شما میرویم و شما پیشگذشتگان ما هستید. این دعا هست، دیگر چیزی نیست. و البته در درون قبر پای لوج گشتن حدیث صحیح آمده است. سنت این است که وقتی که به درون قبرستان می‌دارید، خواستید که در بین قبرها دور بزنید، ببینید، یک یاد بکنید، یک برای خود نصیحت بکنید از قبرها، نظر کردن به قبرها، پای لوچ به پای افضل گشتن، این سنت است. اما دیگر چیزی نیست. نشستن هم جایز نیست.
بارک الله فیکم. اما سوال دیگر آمده است که آیا اهل قبر میشنوند یا نمیشنوند؟ بارک الله فیکم. ما میگیم اهل قبر رو کسی که میگه که مطلقاً میشنوند غلط میکنند و این سخن بدعت است. اهل قبر مطلقاً نمیشنوند، اما جایی که نص ذکر شده است میگه که میشنوند، در اونجا میشنوند. به مانند این که نص صریح اومده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن وقتی که مرده رو به قبر گذاشتید، بعد از این وقتی که روح میگردید، همون روح گشتن شما آواز و صدای پای افضل شما رو مرده میفهمد. و این چنین سؤال منکر نکر رو میفهمد، حقیقت است بر روحش و جسمش. اما اینکه مرده از همه کوچه گذرها با خبر باشد، گپ مردم رو بفهمد، خبر رو بفهمد، این چنین نیست. جایی که نص آمده است میفهمد، یعنی که جایی که قرآن و سنت دلالت کرده است. و روایت های صحیح هم بعضی از علما روایت های صحیح میگن، البته بعضی علما ضعیف میگن. آمده است که وقتی که سلام دادید جواب میدن. این قول قوی هست، خیلی که ابن باز میگن، اما سند این حدیث ها ضعیف است. بارک الله فیکم.